گفتار هفتگی رفیق مهدی سامه. در گفتار این هفته امروز جمعه 19 تیر 1405 برابر با 10 ژوئیه 2026 ابتدا همچون هفته های گذشته به تداوم کارزار سه‌شنبه های نعب اعدام که با اعتصاب قضا در 57 زندان در سراسر کشور صورت گرفت میپردازم. کارزار سه‌شنبه های نعب اعدام روز سه‌شنبه گذشته 16 تیر در هفته 128 با اعتصاب قضا در 57 زندان برگزار شد. این کارزار اعلام کرد در اطلاعیه خودش در آستانه 18 تیر سالروز جان باختن دانشجویان در 18 تیر 1378 یاد جان باختگان راه آزادی و برابری را گرامی می‌داریم. روزی که اعتراض دانشجویان توسط حاکمیت سرکوب شد و کوی دانشگاه را به خاک و خون کشیده شد. طبق آمار منتشر شده حکومت نامشروع ولایت فقیه از ابتدای تیر ماه امسال، یعنی همین ماهی که درش هستیم، تا کنون دست کم 15 تن را به دار آویخته است و برای تعدادی از زندانیان جرایم عمومی و سیاسی حکم غیر انسانی اعدام را صادر کرده است. در بیانیه ادامه میدید کارزار سه‌شنبه های نعب اعدام ضمن محکومیت احکام ناعادلانه اعدام تمامی مجامع بین المللی و وجدانهای بیدار را نسبت به واکنش به فاجعه انسانی که در زندانهای ایران در حال روی دادن است فرا می‌خواند. اما در روزهای آخر هفته، یعنی از روز سه‌شنبه شب، ماجراجویی و باجخواهی سپاه پاسداران یک بار دیگر منجر به جنگی ویرانگر که منجر به فلاکت مردم میشه صورت گرفت. ماجراجویی و باجخواهی جدید سپاه به نیابت البته از تمامیت رژیم ولایت فقیه با حمله به تعدادی کشتی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آغاز شد. هدف سپاه پاسداران و رژیم ولایت فقیه اینه که تنگه هرمز را به مثابه یک فرصت در دست داشته باشه، تمامیت اون را، و از این طریق اعمال قدرت و بازخواهی کنه. البته همینطوری که در یکی از صحبتاش قالیباف گفت، خطاب به معترضان گفت کاری نکنیم که اهمیت تنگه هرمز کم بشه. این جمله معنیش اینه که اگر رژیم بخواد پافشاری کنه و به قراردادها پایبند نباشه، کم کم کسانی که از این تنگه استفاده میکنن به دنبال راه حل‌های دیگری میرن و این منجر میشه به این که اهمیت تنگه هرمز کاسته بشه. وزارت خارجه عربستان سعودی هم در بیانیه‌ای هدف قرار دادن نفتکش‌های سعودی توسط ایران در هنگام عبور از تنگه هرمز و همچنین هدف قرار دادن نفتکش قطری را محکوم کرده است. قطر هم همین موضوع را گرفته و ایران را عامل حمله به کشتی‌ها معرفی کرده، البته رژیم ایران را. و این حملات به کشتی‌ها سبب می‌شد که ارتش آمریکا به ده‌ها هدف در جنوب ایران حمله کنه. متقابلا سپاه پاسداران هم به اهدافی در کشورهای ساحلی خلیج فارس حمله کرده و تهدید کرده که مراکز مهمی را در این کشورها مورد حمله قرار میده. میدانیم که این باجخواهی در مورد تنگه هرمز و البته اصرار بر پروژه هسته‌ای به طور مداوم منجر به جنگی میشه که دودش به چشم مردم ایران میره و منافعشو جنگ طلبان میبرن. اما رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گذشته در حاشیه نشست ناتو در آنکارا صحبت‌های بسیار زیادی رو کرد. با اون مصاحبه شد و اون هم حرفای زیادی زد. من جمله گفت که آتش‌بس با ایران پایان یافته. خب این مسئله که عملا وقتی جنگ شده معلومه آتش‌بس دیگه وجود نداره. اما در حرفای ترامپ دو نکته بود که در تمام صحبت‌هایی که ترامپ تا کنون داشته تکرار شده.
این دو نکته این بود. اول گفت که هدفش تغییر حکومت در ایران نیست و نکته دومی که گفت آنها، یعنی منظورش رژیمه، نمیتوانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. هدف من همین است. یعنی از نگاه دولت آمریکا مهمترین هدف اینه که جلوگیری کند از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای و اگر رژیم ایران پافشاری بکنه در غنیسازی که نقطه مرکزی در این مسئله هست، در یک سیکل معیوب مماشات جنگ جامعه ایران را گرفتار میکند. اما در هفته گذشته همراه با تابوتگردانی در شهرهای مختلف و راه انداختن شعبده وحدت شاهد حمله به مذاکره کنندگان بودیم. فیلم های منتشر شده از این مراسم تابوتگردانی نشون میده که شعارهای انتقام، مرگ بر نفوذی، مرگ بر سازشکار و این آخرین پیام مذاکره حرامه سر داده میشه. همچنین حمله به عراقچی میشه در مخالفت با مذاکره با آمریکا و امضای تفاهم نامه، در حالی که عراقچی در جمع تظاهر کنندگان، در جمع کسانی که تابوت خامنه‌ای را دنبال میکردن شرکت میکنه. عده‌ای با سر دادن شعارهای از جمله مرگ بر سازشکار، بی شرف و مرگ بر وطن فروش خائن نسبت به عراقچی اعتراض میکردن. همچنین عده‌ای شعار میدادن لبیک سید مجتبی و این شعار هم بارها تکرار میشد. اما علم الهدی به حرفهای قائم پناه، یعنی معاون اجرایی پزشکیان، واکنش نشون داد. او اعلام کرد که جناب رئیس جمهور، درست نیست اطراف شما با خزعبلاتی بخواهند مقام ولایت را زیر سوال ببرند. احمد خاتمی هم در نماز جمعه تهران به حرفهای معاون اجرایی پزشکیان واکنش نشون داد و گفت همه مسئولان نظام مشروعیتشان با ولایت است، آنها باید مطیع ولایت باشند، ولی فقیه وظیفه هماهنگی با اینها را ندارد. اما نماینده ولی فقیه در سپاه از این مخالفت ها اظهار نگرانی میکنه و میگه متهم کردن مسئولان به خیانت مصداق ولایت مداری نیست، در حالی که کامران غضنفری از اشغالگران بهارستان میگه برخی میخواهند که تجمعات را تعطیل کرده و مردم را به خانه هایشان بفرستند و این شروع یک شبه کودتای سیاسی علیه رهبری نظام است. در حقیقت این اشغالگر دونپایه بهارستان میگه که برخی ها میخوان علیه رهبری نظام کودتا کنند. همین کامران غضنفری پزشکیان قالیباف و اطرافیان آنها را به تلاش برای کمرنگ کردن نقش مجتبی خامنه‌ای و مجلس متهم کرده و از هواداران حکومت خواسته که در خیابانها و میادین باقی بمانند. آخوند رسایی هم نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع در واکنش به حرفهای قالیباف در تلویزیون رژیم می نویسد که شما 4 ماه یعنی 1/3 سال است که به شکل غیرقانونی مجلس کشور را پلمپ کرده اید. 284 نماینده را سانسور و سامانه فعالیت پارلمانی نمایندگان را قفل کرده اید. سانسورچی خودتی، بقیه ادای شما را هم نمی توانند در بیاورند. کوچیکری هم حدی دارد. مردم را چه فرض کرده اید؟ اما پزشکیان در مقابل همه سوالات قرار میگیره، میگه که در جریان تصمیم گیری برای مذاکرات رهبری عالیقدر فرمودند که اگر 3/4 اعضای شورای عالی امنیت ملی رأی مثبت دادن همین روند را در پیش بگیرید، که در جلسه‌ای که برگزار شد از 13 نفر 12 نفر صرفاً رأی مثبت ندادن، بلکه بحث و تبادل نظر کردن و قاطعانه حمایت کردن. اما امروز عده‌ای دولت را متهم می‌کنند که شما از نظر رهبری اطاعت نکرده اید، در حالی که قطعاً اگر ایشان دستور میدادند جلسه و مذاکره‌ای صورت نگیرد، نه جلسه‌ای میگذاشتیم و نه مذاکره‌ای صورت میگرفت. بنابراین پزشکیان هم دست مجتبی خامنه‌ای رو میکنند، چون همه میدونن که مجتبی خامنه‌ای مثل پدرش نه سیخ بسوزه نه کباب رفتار میکند
همچنان که علی خامنه این کار میکرد. اما فراموش نکردیم که ظریف هم در اون زمان گفت که همه مذاکرات و بدبستونها با توافق کامل ولی فقیه صورت گرفت. خب در هفته گذشته حرکت‌های اعتراضی هم وجود داشت، هرچند که حرکت‌های اعتراضی همچنان محدوده. همونطور که بارها گفتیم عامل جنگ سبب محدودیت در حرکت‌های اجتماعی شده، ولی فقط به چند حرکت میپردازم. روز شنبه 13 تیر برای ششمین روز متوالی کارگران ایران برک به تجمع مقابل کارخانه ادامه دادند. در همین روز کارگران معدن مس درخشان تخت گنبد شهرستان سیرجان اعتصاب کردند. روز یک شنبه 14 تیر هم برای بار دیگر کارگران کارخانه ایران برک هم دست به تجمع زدند. به پایان برنامه رسیدیم. آدرس صفحه اینترنتی، فیسبوک، تلگرام و برنامه ایکس و یوتیوب رادیو پیشگام را به دوستان و آشنایان خودتون معرفی کنید و اونها را تشویق کنید برنامه‌های ما را گوش کنند و اگر خودتون هم دوست دارید، مایلید، توافق دارید، برنامه‌های ما را در صفحات شبکه‌های اجتماعی خودتون بازنشر کنید و تا هفته آینده موفق و پیروز باشید.